جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی و نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از اون چیزهایی که خیلی دوست دارید صدقه بدید و تقدیم خدا بکنید. بعضی از عزیزان وقتی میخوان زکات مالشون بدن، جنس هایی که تو انبار مونده، فروش نمیره، تاریخش گذشته، استوک شده، از کار افتاده، چه حساب میکنن این تن زکات به فقرا میدن. خودمون گول نزنیم. این داستان قابیل و هابیل، چند تا خوشه گندم پوسیده غیر مرغوب آورد تقدیم خدا کرد، خدا ازش نپذیرفت، نسبت به برادرش حسادت ورزید. حسادت اگر قلبی باشه تا زمانی که عملی نشده شاید نتیجه های بدی نده، هرچند که طرف خودخوری داره میکنه، ولی اگر که این حسادت به اوج رسید و طرف بی‌طاقت شد، اقدام به جنایت های بزرگ میکنه، از جمله قتل. اینجا دیگه چشم قابیل کور شد، پرده کشیده شد جلوش و به برادر تنیش گفت. اون موقع که جمعیت دنیا چند نفر بود؟ پدر و مادرش بود و هابیل و قابیل اگه یکی دو تا خواهر هم داشتن. تصمیم گرفت که برادرش رو به قتل برسونه و به قابیل گفت که میکشمت. گفت اگر تو دست دراز کردی که منو به قتل برسانید، من این کارو نمی کنم. منم میتونم بزنم، منم میتونم مقابله بکنم، ولی ترجیح میدم که مظلوم باشم و ظالم نباشم. دست رو برادرش بلند نکرد، ولی گفت بدون که به گناه من و گناه خودت همه رو باید حمل بکنید و تقبل بکنید. و شیطان اونو وسوسه کرد و حسادتش رو عملی کرد و برادرش رو به قتل رساند. چون اولین قتل روی زمین بود، پشیمان شد و نمیدونست چه کار بکنه با این جنازه برادرش. جنازه برادرش بعد از قتلش به دوش کشید، پریشان بود، سرگردان تو صحرا میرفت، نمیدونست با جنازه برادرش چه کار بکنه، تا اینکه خداوند دو تا کلاغ فرستاد در انظار چشمانش، در مقابل چشمان قابیل، همطور که برادرش رو هم کرده بود. با همدیگه جنگیدن. یکی از این کلاغا دومی رو کشت و بعد با منقارش چالی رو ایجاد کرد، بعد اینطوری کشید، اون کلاغ مقتول رو برد تو چاله و خاک روش ریخت. بعد قارون مثل این که بیدار بشه گفت یعنی من عاجزتر از این کلاغم که برادرم رو بتونم دفن بکنم؟ شیطان اینطوری با عقل انسان و دل انسان بازی میکنه. وقتی که تو رو توهی میکنه و سرمایه ها رو ازت میگیره و ایمان و عقیده و تقوا و خدا ترسی رو از تو میگیره، ولت میکنه تنهای تنها. خودش من با جنازه برادرش، خدا رو از دست داد، برادرش هم از دست داد، پدر و مادرش هم ناراحت کرد و خودش تنها شد. برادری بود در زندگی کمکش بکنه، خودش تنها شد و اینطوری جنازه برادرش و جسمان برادرش رو دفن کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از قابیل هر کسی در روی زمین قتلی مرتکب بشه، اول گناهش به حساب قابیل میره، چون تا قبل از قابیل کسی نمیفهمید که کشتن یعنی چی. این کشتن رو در جامعه چه نهادینه کرد و کشتن رو در جامعه مد کرد و این سنت بدو در جامعه چه پایه‌ریزی کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی یک راه و روش خوب، یک کار خوب، یک برنامه خوب یاد مردم بده، بنیانگذارش باشه، بانیش باشه، که مردم به این کار خوب تا قیام قیامت عمل بکنن، ثواب اول به حساب اون بانی و اون کسی این کار رو برنامه ریزی کرده، برای اولین بار اجرا کرده اون کار خوب که مردم قوی بشن و مردم خوب بشن و با برکت بشن. و هر کسی کار بدی هم انجام داد و رسم و رسوم بدی در جامعه
پای ریزی کرد اول گناهش به حساب، حتی اگر خودش هم مرده باشه. علما میگن اگر گناه میکنی گناهی بکن که وقتی مردی گناهت هم بمیره. بعضی گناهان افراد مردن ولی گناهانشون هنوز زنده است. اگر گناه هم میکنی گناهی بکن که وقتی مردی بمیره و تاوانش تا قیامت پس ندید. هر کسی مرتکب قتلی بشه تا آخر عمر دنیا اول گناهش به حساب قابیل ریخته میشه، بعد به خودش گناه میدن، عذاب میدن. اما آیه بعدی خداوند میفرمایند اگر نفس یک نفر و جان یک نفر بیگناهو که نه مرتکب قتلی شده نه فسادی در زمین انجام داده بگیرید، مثل این که کل بشریت رو جانشون گرفتید، و اگر یک نفر رو احیا بکنید مثل این که کل بشریت رو احیا کردید.